ریاست فواید عامه ولایت سمنگان در هماهنگی با قماندانی امنیه این ولایت در یک اقدام کمپیشینه از مسیر شاهراهای عمومی شهر ایبک ولایت سمنگان بازدید و بررسی نمودند. با گفته رئیس فواید عامه این ولایت، از اینکه سرک ها از نگاه اقتصادی و سیاسی در رشد مملکت ارزشمند بوده، حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی می باشد. از همه باشندگان این ولایت خواست تا از استفاده سوء از حریم سرک ها، خالی کردن مواد ساختمانی در بدنه جاده ها و ساخت جنب ها به گونه بی‌رویه توجه جدی نموده و با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد. که باید زیربنا تخریب نشه و باید زیربنا تنها وظیفه فواید عامه نیست، بلکه وظیفه مردم عام است که با ما در برای همکاری لازم نماید و ارگانهای بخش نظامی که بعدا اگر کسی که مخالفت میکنه و از دبادی برای توجه نمیکنه، با اونا برخورد قانونی باید صورت بگیره. روز بررسی ما با شهرهای سمنگان می بود. فواید عامه یک برنامه را داشتن که آزادسازی سرک ها برای عبور و مرور مردم. خب تکرارا از طرف فواید عامه اطلاعیه به مردم صادر شده، اما دکاندارا و مردم محل اعتنا به اطلاعیه نکردند. خب به همین لحاظ رئیس فواید عامه با قماندانی آمدن، قماندانی هماهنگی با فواید عامه امروز ما به شهرهای سمنگان برآمدیم تا اینکه آزاد کنیم شهرهای سمنگان برای عبور و مرور مردم. در همین حال یک تن از دکانداران این محل این اقدام ریاست فواید عامه را توصیف نموده، از دیگر باشندگان این ولایت خواست تا در حفظ و نگهداری سرک‌هایشان تلاش بیشتر نمایند. راه را اعلام میکنیم مردم یک تیر بیر مردم آزاد شوند. دیگه ما خوش هستیم از امارت اسلامی که راه را آزاد میکنن و همه کارا را انشالله حل میکنن. بسیار در این کارا ما خوش هستیم. این در حال است که ریاست فواید عامه ولایت سمنگان پل ترانزیتی حضرت سلطان را که بخش‌های زیاد آن در سالهای پسین تخریب گردیده بود ترمیم و بازسازی نمود.